پاندمی کرونا ضعف‌های اقتصادی تاجیکستان را برملا کرد و نخست به منبع اساسی درآمد اقتصادی تاجیکستان انتقال پولی مهاجران کاری تاثیر رساند. بهار امسال در آغاز موج اولی کرونا پرزیدنت امام علی رحمان در نامه‌اش به صندوق بین‌المللی پول نوشت که انتقال پول تنها از روسیه 50% کم شده است. با گفته پرزیدنت نظر به سال گذشته انتقال پول در 3 ماه‌های اول 80 میلیون دلار کاهش یافت، در حالی که درآمد هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حساب مهاجران کاری است. اگر به حساب امروزه بگویم مهاجران در نیم سال 2020 از خارج به تاجیکستان نزدیک به 999 میلیون دلار پول فرستادند. این مبلغ نظر به سال پیشین 195 میلیون دلار و یا 14.8% کمتر است. کم شدن انتقال پولی به طور زنجیره‌ای در تاجیکستان مشکلی دیگری را به بار آورد. قرب سامانه در پس منظر کم وارد شدن اسعار خارجی و همچنان پایین آمدن قرب روبل روسی در برابر دلار خیلی پایین آمد. بانک ملی این جهش دلار را تصحیحی یک دفعینه نامید، ولی تاکید شد که کمچینی و یا دفیسیت دلار در تاجیکستان دائما وجود دارد، چون به گفته بانک ملی واردات مال به تاجیکستان نظر به صادرات به مراتب بیشتر است. در 29 سال صاحب استقلالی تاجیکستان واردات کشور نظر به صادرات دائم بیشتر بود. کارشناسان برای اصلاح وضع راه‌اندازی درست استحصالات و تشکیل کارخانه‌ها را مهم ارزیابی می‌کنند. صنعت کنونی با سرعت، یعنی که ما تیز این چیزا باید برپا کنیم تا اینکه توانیم که به خارج بازار مال برآورده همون توازن پرداخت ما منفیگیش کم کنیم. ده اصلا منفیگیش تناسب خرید 3 برابر است. مثلا 1 سوم ما اگر براریم 3 سوم بیرون مال براریم، همین تناسب کمتر پاس کردن ما در کار. این چون که ما از بیرون بیشتر میگیریم و بیرون کمتر میفروشیم، به خاطر اینکه صنعت انکشاف نیافت. تاجیکستان تنها 30 اپریل نخستین مورد گرفتار شدن شهروندانش را به کرونا ویروس اعتراف کرد. با فرق از کشورهای همسایه در کشور رژه گوشه‌نشینی و یا کرانتینی سرتاسری جاری نشد. اما پایان ماه می و آغاز ایون بازار و فروشگاه‌های غیر خوراکواری برای یک مدت بسته شده و فعالیت تئاتر و موزه، تالارهای کنسرتی، مرکزهای دلخوشی و مسجدها بسته شدند. تاجران و ساکنان عادی میگویند تأثیر پاندمی را به کار و زندگیشان احساس کردند. شهرهای ما اساساً از دولت‌های خارجی بودند. همین راه‌های هوایی، راه‌های پاییز، راه‌های ماشین‌گر محکم شد، برای همین سودای ما سست‌تر شد. شهروندان خودمون رو می‌رفتن به روسیه. حاضر کار همه چیز راه محکم شده. سودا در تاجیکستان در حال سرد می شود که درآمد مردم کاهش یافت و در پس منظر این اکثر عائله‌ها خراجات خود را کم کردند. حکومت در ماه سپتامبر اندازه معاش و نفقه ها و ادرار پولی را 15% بالا برد، اما ساکنان میگویند بالاروی به شدت قرب دلار و در پی آن گران شدن نرخ مال و محصولات خاصتا مواد نیاز اول معاش ها را ناچیز کرد. نجم‌الدین رحیموف با عرابه‌اش با بارکشانی مشغول است و به قول خودش اگر پیش روزانه تا 100 سامانی کار میکرد، حالا تا 30-40 سامانی درآمد دارد. خریم 2 سکه میگیره و دست میبرد. خرید کارش دیگه. پیش با کانتر سوستر بودیم سوخه یا چنین چیزایی میشه. دو دیگه و نیست. ولی که کارم سوست دیگه. بنابر پیشبینی بانک جهانی اقتصادی تاجیکستان سال 2020 2% رکود میکند. وزارت رشد اقتصاد و سودا با این پیشبینی موافق نیست و میگوید رشد اقتصاد کشور امسال نزدیک 5% خواهد شد. ما طبق معلومات‌های آماری فوری پیشکی در 11 ماه سال 2020 رشد مجموعی محصولات داخلی ما 4.4% را تشکیل میکند که در مجموع این قناعت کننده است. ما طبق دورنما در اول سال با قرار حکومت تصدیق شده بود که مجموع محصولات داخلی جمهوری در سال 2020 7.8% رشد میکند. لیکن در وقتی با میان آمدن پاندمی روبرایت کشور با روبرایت وزارت دستور دادن از سر نو بهابینی کرده شد، بهادی کرده شد و ما با چنین خلاصه آمدیم که در سال 2020 رشد اقتصادیات جمهوری ما 4.7% را باید تشکیل کند.
با این وجود زین‌الدین زاده تصدیق می‌کند که کاهش درآمدها از حساب خدمت‌رسانی‌ها، بسته بودن راه‌ها، نآمدن سیاحان، مدت بسته بودن بعضی بازارها، کاهش سرمایه‌گذاری، انتقال پول مهاجران از عامل‌هایی اند که بر رشد اقتصاد کشور تأثیر منفی رسانیده است. بنابر پیشبینی این وزارت اقتصادی تاجیکستان سال 2021 7.8% رشد خواهد کرد. از سال 2010 این جانب اقتصادی تاجیکستان سال رشدی 6.7% داشت و در صورت رشدی 5% هم این سخت‌ترین افت اقتصادی در تاجیکستان در 12 ساله اخیر خواهد بود.